سلام دوستان، میخوام طرز یه هدیه تند و تیز براتون معرفی کنم. این سیر خشک شده است و این فلفل خشک شده است. اینم گشنیزه، تخم گشنیز، و اینم پیاز خشک شده است. اینم گرجه خشک شده است که همشون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم، میکوبیمش. البته با این جوغند، البته شما هر جور دوست داریم، ولی من با این چون خیلی خوشمزه میشه با این میکوبمش. و اینم فلفل قرمز با فلفل سیاه، اینم سماق، همشون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. خب اینم یه هدیه خوش عطر و خوشبو